اکرم فرموده است که اگر مؤمنی زندگیش رو به قطع شدن در دنیا باشد و آخرت را پیش رو داشته باشد، زندگیش در این دنیا شاید در سن 1 سالگی و 2 سالگی، 3 سالگی یا 4 سالگی و یا 100 سالگی قطع شود، یا در اوج جوانی زندگیش قطع می شود، یا در ضعف و پیری. و پروردگار تو هرچه بخواهد خلق می کند و می ستاند. اگر مؤمنی به هنگام قطع شدن زندگیش بود و آخرت را پیش رو داشت، مرگ فقط دروازه‌ای خواهد بود از اتاقی به اتاق دیگر که تو را از اتاق دنیا به اتاق آخرت خارج می کند. تو را از مکانی موقتی انتقال می دهد به مکانی ابدی. پس اگر مؤمنی به هنگام قطع شدن زندگیش بود و آخرت را پیش رو داشت، فرشتگان سپید روی بر او نازل خواهند شد، با خود کفنی از بهشت و نیز تابوتی از بهشت می آورند. پس بالای سر او می نشینند و می گویند: ای روح پاک. به راستی که روح پاکی بود، برای اینکه صاحبش را به نماز و نیکی وامی داشت، امرش می کرد به چشم‌پوشی و پرهیز از لذت‌های شهوانی، چون مردم را می دید که گناه می کردند، ولی این روح صاحبش را منع می کرد. و قسم می خورم به نفس لوامه که به هنگام گناه کردن صاحبش را ملامت می کند. و به درستی که روح پاکی است و در جسم پاکی بوده، این جسمی است که حرامی را لمس نمی کرد، زنا نمی کرد، حرام نمی نوشید و حرام نمی خورد و نمازش فراموش نمی شد. روح پاک جسمش پاک است. ملائکه دوستش دارند و از وجودش خوشحالند. گفت: ای روح پاک، در جسم پاکی بودی، پس خارج شو و به سمت مغفرت خداوند و بهشت رضوان بیا. مغفرت برای گناهایت و بهشت رضوان برای خوبی ها و اعمالت. پیامبر اکرم فرمودند: روح بمانند قطره‌ای است که از دهانه مشک آب سرازیر می شود و بمانند مشکی که قطره‌ای بیشتر در آن نمانده باشد. پس اگر مشک را از سرش برعکس کنید، آن قطره به آرامی به پایین جریان پیدا می کند. پس روح پاک نیز از جسم پاک جاری می شود و به آرامی همان قطره‌ای است که از محفظه می چکد. و فرشته مرگ او را می برد و اگر روحش را ببرد، چشمها روح را دنبال می کند. چشمانش باز می شود و به دنبال روح نگاه می کند. فرشتگان رحمت نمی گذارند که روح به اندازه چشم برهم زدنی در دستان ملک الموت بماند و فوراً وی را می برند و در کفن بهشتی می پیچند و به آسمان ها می برند. برایش درهای آسمان را باز خواهند کرد و می پرسند: او چه کسی است؟ می گویند که این روح فلانی پسر فلانی است. به نیکوترین نام هایی که در دنیا می شود نام برد، نیکوترین اسم که دوست داشت صدایش کنند، آنجا به یاد می آورد و می گویند که این روح فلانی پسر فلانی و یا روح صالح فلانی یا نیکوترین نامی که در دنیا دوست داشت، در آن دنیا صدایش می زنند. پس می گویند این روح فلانی پسر فلانی که در دنیا به همان اسماء نیکو که دوست داشت صدایش می زنند و درهای بهشت برایش باز می شوند. ولی جسدش را حمل می کنند به مقبره ها. پس وقتی او را در قبر گذاشتند و بر رویش خاک ریختند، آنگاه خداوند در مورد آن روح می گوید: دفتر اعمال بنده ام را ببندید، در کنار بزرگان قرار دهید، از بهشت برایش پوشش بیاورید و او را به زمین بازگردانید. از این زمین آنها را خلق کردم و در آن آنها را باز می‌گردانم و بار دیگر آنها را از آن بیرون می‌آورم. پس روح به جسدش باز می‌گردد به هنگامی که در قبر است. پس 2 فرشته بالای سر او می‌آیند و از او می‌پرسند:
خدای تو کیست؟ دین تو چیست؟ رسول تو کیست؟ خداوند به مؤمن آرامشی عطا می کند. خداوند کسانی را که ایمان آوردند با گفتار ثابت در زندگی دنیا و آخرت ثابت قدم می دارد و ستمکاران را گمراه می سازد و خداوند هر چه بخواهد انجام می دهد. همون جان باز دوباره در اون جسد می دراید و اون جسد این منکر و نکیر می شینانند فیقولان له من ربک و من نبیک و ما دینک. وقتی که جان در وجود همون انسان می درآمده است و او به منزله که ما نشستگی هستیم می شیند رو پروی منکر و نکیر، کیفیت این خدا خودش می داند چگونه می شیند، چگونه سوال می کنند. این عقل ما و شما و علم ما و شما به این نمی رسد. از او پرسان می کرده است خدای تو کیست؟ تو در کدام دین هستی و پیغمبری تو کی هست؟ این سه سوال از بنده مؤمن پرسان کرده می شده است. اگر این انسانی باشد در دنیا که چگونه یکی از سوره ابراهیم به شما یک آیه خوانده بودم برای اثبات قبر که یثبت الله الذین آمنوا بقول ثابت فی الحیات دنیا و فی الاخره. خداوند چی میگوید؟ میگوید وقتی که اگر همین بنده در اصل بنده بود، بنده خدا ترس بود، به آسانی در اونجا جواب منکر و نکیر میگوید خدای من همان خدای هست که یک و یگانه هست، پیغمبر من محمد بچه عبدالله هست و دین من دین اسلام است. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. این اگر بنده صالح در دنیا باشد مثل شما و بنده هایی که برای نماز جمعه حرکت کننده هستین، برای احترام قرآن دارین، برای که اسلام دوست می دارین، اگر مثل شما باشد گفتیر خداوند در قرآنش که به آسانی این جواب بر منکر و نکیر شما البته می سپارین. در وقتی که شما جواب که گفتین، پیغمبر خدا چی گفتن؟ یفسح له 70 ذراعا فی 70 و ینور له فیه. وقتی که تو جواب که گفتی منکر و نکیر چیکار میکنن؟ 70 در 70 ذراع گفت پیغمبر خدا قبر تو کشاد میشود و قبر تو او تاریکی که در او داخل بود از دنیا دیده روشن‌تر میشود. وقتی که این جواب از زبان ما و شما اگر بیرون شود. در دوام